اصلا لباس بلوچی رو شما نگاه کنید، حالا میاد سیستان، لباس بلوچی لباس زرتشته. اصلا شما ببینید ممکنه برای این حرف من خورده بگیرن، ممکنه به این حرف من خیلی از دوستان نقد داشته باشن، ولی آنچه که ما میدانیم از مکاتب و تاریخ بخوایم اینو یه مقدار تو تاریخ هنر ببریم، اصیل ترین لباس ایرانیه لباس بلوچی. بله، اصلا یه جوری شده که عملا ما مردم رو داریم نگاه میکنیم، خود بلوچ ها یه جوری هن که اینقدر گفتن اقلیت اقلیت اقلیت، این اصیل ترین نژاد ایرانی هن. و من این رو خوندم و با منبع معتبر میگم که نزدیکترین زبان که اصالت خودش رو در ایران حفظ کرده به زبان رسمی کشور در قرنها پیش که پهلوی بوده، امروز زبان بلوچی است و این یک افتخاره برای ما.